درود میگم به همه عزیزانی که ما رو تماشا دارند. امروز سه شنبه است، چهارشنبه است ببخشید و ساعت به وقتی پراگ 7:15 شالله گلخوجه هستم که حالا میخواهم شما را با تازه ترین خبرها از تاجیکستان آشنا کنم و بدتر از این شما میتوانید سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان را بازم از من شالله گلخوجه بفهمید. خب شروع میکنیم از اون که روسیه به جستجوی 28 تاجیک عضو گروه دهشت افکاری دولت اسلامی پرداخته است و گفته می شود این 28 نفر از زمره مهاجران مهنتی بودند که در روسیه قرار داشتند و عقیده های اکستریمیستی و تروریستی و فعالیت های تروریستی می بردند و اونا تلاش می کردند که شهروندان دیگر از جمله مهاجران دیگری که در روسیه قرار داشتند به گروه دهشت افکاری دولت اسلامی جلب کنند. و گفته می شود که در بین این نفرهایی که تحت پیگرد قرار دارند از جمله عبدالشهید ترسونوف یک ساکن 32 ساله نویه رودکی نیز هست که او را در دوشنبه در تاجیکستان نیز جستجو میکنند و او با آن گمان بر می شود که سال 2015 تلاش داشت به جان پرزیدنت تاجیکستان ملی رحمان سوءقصد انجام دهد. طبری از تفتیشات بر رادیو آزادی گفتند این جوان سال 2014 به گروه داعش پیوسته بود و در آنجا مسئول بخش مالی این گروه را بر عهده داشت و به طریق واتساپ و شبکه‌های اجتماعی اون مهاجرانی را که امکان نداشتند به عراق و سوریه بروند تلقین میکرد که با گروه دهشت افکاری دولت اسلامی مبلغ فرستند و حتی رقم‌های کیوی همیون کیوی را برای آنها میفرستاد که رقم‌های روسیه را داشتند. خلاصه اگر برگردیم به تلاش سوءقصدی یا که آماده کردن سوءقصدی به جان پرزیدنت تاجیکستان، یعنی این نفر دو ساکن تاجیکستان که یکی از آنها زن و دیگری مرد بودند طوری استفاده مواد ترکنده رو طریق واتساپ آموختند. میخواستند که در سال 2015 در وحدت به هنگامی که کارخانه سیمنت براری گشوده می شود این مواد ترکنده را به کار بدارند، اما این تلاش آنها ناکام شد و دو نفری که چنین قصد را داشتند بعداً یکی به 8 سال و 6 ماه زندان که اون زن بود و دیگری به 10 سال زندان محکوم شدن. هنوز معلوم نیست که ابوشهید ترسونوف در کجا است و خود او به این اتهامات چی میگه، چون که بعد از اون که در دولت عراق و سوریه روی دهشت افکاری دولت اسلامی ناکام شدند. حالا تقدیر بیشتر جنگجویان معلوم نیست. تنها طبق معلومات رسمی که چند پیش از زبان بازم خود ملی رحمان صدا داد تا کنون در این جنگ‌های خارجی نزدیک 500 شهروندان تاجیکستان که جنگجو بودند کشته شدند و اسم آنها برای مطبوعات هنوز روشن نیست. و یک خبر دیگر ما مربوط به آن است که در خوالینگ در پای مرگ یا که کشتاری جوانزن 28 ساله خسوری او که 55 سال داشته است بازداشت گردیده است و گفته می شود که این حادثه هفته گذشته رخ داده است و جسد کلینی 28 ساله را در آغیل پیدا کردند که باقی کرده شده بود و از این جوانزن یک طفل تقریبا 2 ماهه باقی مانده است و حالا کارهای تفتیشاتی ادامه دارند و خصوصی این زن طبعی هم گفتیم حالا در بازداشت قرار دارد. چون چرای این خبر رو بعد از چند لحظه همکاران ما در سامانه www.azadi.org نشر کرد. و یک خبر دیگر مربوط به اون است که قرار است در عینی کارخانه کارکرد طلا به استفاده داده شود. 50% صحنه های این کارخانه به جانب چین تعلق دارد و قرار است که کارخانه کارهای ساختمانیش در سال 2019 به اتمام میرسد و سال 2020 علاقه فعالیت را شروع کند. به طوری گفته می شود همکنون برای کار در این ساختمان این کارخانه متخصصان و ساختمانچیان جلب شده شدند. و یک خبر ورزشی هم این است که محسن محمدی از سرمربیگی دسته استقلال تاجیکستان
دست کشیده است و اینم در حالی است که او سال 2016 به سرمربیگی این دسته آمده بود و چرا او به این تصمیم راضی شد و این تصمیم را قبول کرد شما در سایت ما میتونید همین گونه با خبر شوید. دوستان عزیز، من همه شما را بعد از تقریبا 3 ساعت دیگر در سرخط خبرهای رادیو آزادی که با من تقدیم شما خواهم کرد انتظارم. فراموش نکنید ما را میتونید در آزادی ویدیو یوتیوب که حالا تماشا دارید همین گونه تماشا کنید.